روز اشته خودخور سمقه کده عینک زده بیخی خودخور قیافه گرفته یعنی چی چرا ایتا کده؟ چون ما بخیر به همین زودی ها پولدار میشم پولدار دیروز همه میگه افهم گفتی بعد هم میمدی 50 روپیه از من قرض کردی بیار اون 50 روپیه میره بدی بعد از پولدار شو رد 50 روپیه ریالا که به همین زودی ها پولدار میشم پولدار میفهمی تیپ پولداری رو خوب زدم نه؟ تیپ مگادم پولدار میشه من یک ویدیوی دیدم دیروز به یوتیوب ها از این ویدیو میفهمی چی نوشته بود؟ به 24 ساعت میلیاردر شوید میلیاردر؟ ها ویدیوی 24 ساعت ویدیوی 8 دقیقگی بود 5000 بازدید خورده بود 5000 نفر ریسه کرده بودن حتی کومنت هم نوشته کردن لایک هم بزده بودن گپ جالبی هم میگو تو یک دقیقه ویدیو سعی کردم میگو باید از خود یک ایده داشته باشی باید بیزنس خود راه اندازیم این قسمت دیگه باز برار تو فعالیت کرده چی میگی؟ چطور؟ یک ایده توپی دارم ایده توپ دیگه است بیزنس خود که اینک زده ایده توپ پیشه ایکو فقط به خاطر ازی که مردم باور کنم باید کمی تیپی پولدارا رو بزنیم کلار هم دیگه ایته میگذارم مردم فکر کنن که پولدار شده میفهمیم ایده از چی قراره؟ خب پول ما ایده بی پول هم بشده دیت یعنی چی؟ این میگم پوف کنک خوی پوف کنک چی؟ سیکو ما چی کار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ مردم پولدار مردمیه که پولدار هم به شهر زندگی میکنن آرزوی ازیر دارم که یک وقتی برم هوای کور تنفس کنم ما چی کار میکنیم؟ هوای کور میبریم بزنم میفروشیم این هوای کجایه؟ این هوای کوی بابا عبداللهه هوای کوی ای؟ او چی میفهمه که یه هوای کنیه؟ ما این پوف میکنیم؟ دروغ هم باز مهم بگی به سر تو هم قسم میخورم دیگه سر من خواهد 100 قسم هم بخوری 20 قسم خلاص دیگه تیپ قیافه خوب عینک بالا این که پوف کنیم 100 قسم هم بخورم که همین هوای کوی بابا عبدالله ایشتو باور نمیکنه نفرای پول داره که اصلا به قصه پول نیم 10 تا از اینا میخرته خانه خو هوای شو ریالم کنه که هوای کوی بابا عبدالله بیای داخل خانه شو مزی بیشه یعنی مطمئن نمیشه اگه نشدی به یوتیوبی تا گپی میگفتم اگه نشدی کله ایمه همیتا فکر بیرون میکشید کله دیری کله ایمه چیزی که بیرون کشید میشه میفهمی دیگه منم شریک میکنی؟ تو شریک میکنم ها بس هر تو خیلی قسم میخورم قمی نداره هر چی می به سرم قسم خورم یه زوز قسم خوردن به سرم چی؟ پس هر دمی هم که چی شد تو هم گپ مر تایید کنی سیه اگه پول دار شدی اگه پول دار شی میفهمی چی کار میکنم؟ چی کار میکنی؟ اولین کاری که میکنم میرم موتر آخرین مدل موتر رو بخوام میخرم خارستی می چری فکر نکردم من با میگم اول بخوا قرص رو میخرم قصری؟ ها قرصی واو من موتر این همه سرمایه بیرون بدبخت شدیم سرمایه ما بیرونه باز چی کار کنیم یک فکری کردیم این سرمایه ما بره بیرون